همه برای یک کس برای همه، این شعار محمد صلی الله علیه و سلم است، این شعار اسلام است. لیکن چرا امروز پیروان محمد با این حدیث پیغمبر خدا عمل نمی کنند؟ اینش از همون انسان‌های پرسیدن در کار که چرا اونها عمل نمی کنند. اگر این برادر بعضی بنام ایشانها گفتند، منصبدارها و بایها و وکیلها گفتند، اگر ملاها را هم که وابسته میکرد من ملال نمی شدم. زیرا هست نفرهایی که فقط برای شخصیت خود، برای فایده خود میکنن، لکن غم مردم و غم مثال شهر خود هیچگاه نمیخرد. هست نفرها وجود دارد. خداوند در قرآن میگه واغفض جناحک للمؤمنین. توصیه پروردگار را بینید برای برادرهای مؤمنت، واغفض جناحک، تعظیم کن. برادر مؤمن تا میبینی چهره تا کشاده کن و یا احترام کن، با او صحبت خوب کن. زیرا باز پروردگار در دیگر آیه قرآن برای همه ما و شما مؤمن ها گوشزد میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. این کسانی که دعوا میکنید که ما بنده خدا هستیم، ما پیرو قرآن هستیم، مادام این دعوای تو حقیقت داشته باشد باید با یکدیگر شما برادر باشید. فاصلحوا بین اخویکم، دائم کار کن که در بین برادرهای تو صلح و صلاح پایدار باشد. دائم باید تو نیکخواه برادر مؤمنت باشی. اتقوا الله، خدا گفت از خدا بترسید. این کسانی که به نام مؤمن هستید از خدا بترسید، شاید که پروردگار به شما رحم کند. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. پیغمبر خدا میگوید انا همین مؤمن هایی که فقط برای نفس خودشان مهنت میکنند، فقط برای فایده خودشان دوادو دارند، غم مردم و غم یک برادر همسایه شده میکرد. پیغمبر خدا میگه لا یؤمنو، تو ایمان نداری، تو ایمان نداری. ای انسانی که بے پروا هستی، ای انسانی که فقط فایده خود تصور میکنی، از پای فایده خودت هستی. لا یؤمنو احدکم، اگر کدام شما میگه از این گروه باشید ایمان ندارید. یکی شما تا وقتی که از برای برادرت آن چیزی را که دوست میداری برای نفس خودت، برای نفس خودت چیزی را که دوست میداری برای برادر مؤمنت که دوست نداری، تو ایمانت میگه ایمان نداری. لا یؤمن احدکم، ایمانی تو کامل نیست. این است توصیه پروردگار، این است توصیه پیغمبر خدا برای پیروانش. البته باید ما و شما تسلیم این شعار باشیم، همه برای یک کس، یک کس برای همه.